الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، خدمت همه خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق بدهد تا اینکه در دنیا بهترین شخصیت ها که تربیت یافتگان مکتب رسالت، مکتب که سرچشمه از وحی زلال الهی میگیرد، از شاگردان مکتب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم درس بگیریم و اونها را برای خود اسوه و الگوه قرار بدیم، که سردفتر این شاگردان و رتبه اول این شاگردان و شخصیت هایی که الله سبحانه و تعالی از آنها اظهار رضایت کرده، آن شاگردان مکتب رسالت، سردفتر ایشان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه می باشد. در جلسه گذشته پیرامون هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت صدیق اکبر همرکاب با رسول نازنین صلی الله علیه و سلم بودند، ارتباط به هجرت سیدنا ابوبکر صدیق، ارتباط به او زیرکی و هوشیاری سیدنا ابوبکر صدیق در این سفر و او آمادگی قبلی که سیدنا ابوبکر صدیق در این سفر گرفته بودند و آن خانواده منوری که در این راستا تربیت کردند که فرزندانشان هر کدام به نوبه خود در سفر هجرت نقش داشتند و همچنین تا اینکه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وارد مدینه منوره می شوند و صدیق اکبر در مدینه منوره بیمار میشن که الله سبحانه و تعالی در بیماری صدیق اکبر هم خیرها گذاشته، که ابوبکر صدیق وقتی که وارد مدینه میشن و بیمار میشن، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حق سیدنا ابوبکر صدیق دعا میکنن و از او مریضی که عاید آل صدیق اکبر شده بود، که بسیار مریضی سخت را دچار شدن و متحمل شدن، الله سبحانه و تعالی و برکت دعای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق را شفا می دهد و او مرضی که واقعا مرض خطرناک بود، الله سبحانه و تعالی به برکت دعای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم از مدینه دور می سازد و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در حق مدینه و اهل مدینه و مد ساع مدینه دعای خیر و برکت می کنند. در این جلسه بحث ما پیرامون حضور سیدنا ابوبکر صدیق در میادین جهاد هست. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در جهاد و در غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه نقشه داشتند؟ ابن کثیر رضی الله عنه بیان میکنه که سیرشناسان در این هیچ اختلافی ندارند که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در تمام غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شرکت داشتند. خیلی مسئله مهم است که سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در تمام غزوات همرکاب با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هستند. هیچ غزوه
از پیش حضرت ابوبکر صدیق و از نزد ابوبکر صدیق ترک نمی شود، به قول ابن کثیر که بیان می کند. حالا نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غزوه بدر که اولین غزوه یا غزوه سرنوشت ساز امت اسلامی که غزوه بدر بود، حضرت ابوبکر صدیق چگونه نقشه داشتن در این غزوه. وقتی ما این غزوات را بیان میکنیم هدف نیست که کل جزئیات غزوه بیان بشه، چون در برنامه‌های دیگری که ارتباط به غزوات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوستا و عزیزا اشاره کردن و اشاره میکنن. فقط بحث ما ارتباط به شناخت صدیق اکبر هست، به شناخت شخصیتی که میگیم افضل الخلق بعد النبیین و المرسلین ابوبکر صدیق هست. این را باید بشناسیم که این شخصیت چگونه بوده و دارای چگونه صفات، چگونه اخلاقی، چگونه ویژگی های و دارای چگونه ایمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بودن. حالا نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در غزوه بدر، در غزوه سرنوشت ساز، غزوه‌ای که الله سبحانه و تعالی در آن غزوه ملائکه به نصرت و پیروزی مسلمان ها میفرستد. سیدنا ابوبکر صدیق در این غزوه چگونه نقشه دارند؟ جنگ بدر یا غزوه بدر در سال 2 هجری بود که حضرت ابوبکر صدیق به اشکال مختلفی در این غزوه نقش داشتند. نه تنها یک نقش، به اشکال مختلف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نقش داشتن که به طور خلاصه و فشرده بیان میکنیم. اول پیشنهاد جنگ با کفار. حضرت ابوبکر صدیق با رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پیشنهاد میکنن که یا رسول الله باید که با کفار بجنگیم. پیشنهاد جنگ از طرف سیدنا ابوبکر صدیق هست و این پیشنهاد قبول هم می شود و مسلمان ها با کفار روبرو میشن و فتح و ظفر و پیروزی الله سبحانه و تعالی در این غزوه نصیب مسلمان ها می گرداند. دوم نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غزوه بدر این بود که در کسب اطلاعات از لشکر قریش به همراه رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بیرون می شدن و در اطراف گشت می کردن. سیدنا ابوبکر صدیق به همراه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در اطراف میدان بدر و در دشت و دامنه ها و اینها می گشتن تا اطلاعاتی به دست بیاورن. این مقام، این ویژگی، این محبت بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و بین ابوبکر صدیق چنان بود که رسول معظم اسلام وقتی بیرون میشن تا اطلاعاتی به دست بیاورن، صدیق اکبر را همراه خود گرفته و در کنار خود قرار میدن. سوم حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه هنگام نزول بشارت نصرت و پیروزی اهل بدر. الله اکبر. زمانی که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم با دشمن روبرو میشن، لشکری که بدون امکانات، بدون تجهیزات، بدون آمادگی قبلی برای جنگ، غزوه بدر به قصد جنگ نرفته بودن. مسلمان ها نرفته بودن با دشمن مبارزه کنن، رفته بودن تا این که آن ظلمی که بر آنها شده بود حق خود را از ظالمین بگیرن. دشمن میآیه، مسلمان ها بیش از 300 نفر که بعضی اقوال میگه 313 نفر و دشمن آماده مجهز با سلاح مدرن همان وقت زمان که تعدادشان به 1000 نفر در مقابل 300 نفر یا 313 نفر بدون امکانات واقعا قابل مقایسه نیست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم
وقتی که دشمن را متوجه شدن که و اطلاع یافتن که دشمن چنین مجهز هست، میآیند دستا را بلند میکنن. یا الله، یا رب، ای بار الها، پروردگارا، اگر امروز این لشکر کوچک شکست بخورد، دیگر تو در روی زمین عبادت نخواهید شد. سبحان الله. به خاطر چی؟ چون آخرین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و آخرین امت، این سربازان چنان رسول معظم اسلام دعا میکنن و چنان دست به دعا بلند کردن که ردای مبارک از شانه های مبارک به زمین میافتد. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میآید، چی میگوید؟ بس است یا رسول الله، خداوند آنچه را به شما وعده کرده عملی میسازد. الله سبحانه و تعالی برای شما وعده فتح، ظفر، پیروزی، نصرت داده. یا رسول الله بس است. در همان لحظه وقتی که این آیه مبارکه نازل می شود، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، ان هنگامی که الله را می خواندید، فریاد می زدید و الله استجابت کرد دعای شما را. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی وعده نصرت و پیروزی میده، برای سیدنا ابوبکر صدیق میگن مسلمان ها را مژده بدی، بشارت بدی که فتح و ظفر و پیروزی می آید. ببینیم این مقام، این شایستگی، ردای رسول الله صلی الله علیه و سلم از شانه های اینا می افتد. سیدنا ابوبکر صدیق برمیدارد، بر شانه های رسول الله میگذارد، یا رسول الله، یا رسول الله بس است. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم فریاد میزدن و دعا میکردن و در او صحنه سیدنا ابوبکر صدیق هست که در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله را دلجویی میدهد. به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در آن لحظه آنها را دلداری میدهد و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اولین کسی که رسول الله بر او بشارت میرسانند سیدنا ابوبکر صدیق هست. پنجم، پاسداری از رسول الله صلی الله علیه و سلم در سایبان. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میآیند صفها را منظم میکنن و تنظیم میکنن، پس برمیگردن به اون سایبانی که برایشان ساخته شده بود. به دروازه او سایبان کی ایستاده هست؟ حراست و پاسداری را کی به دوش دارد؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. این ویژگی ها و این نقش سیدنا ابوبکر صدیق در بدر، پیشنهاد جنگ با کفار، نقش ابوبکر صدیق برای کسب اطلاعات از قریش، حضور سیدنا ابوبکر صدیق هنگام نزول آیات بشارت و پاسداری از رسول الله صلی الله علیه و سلم در سایبان و همچنین ارتباط به این که چی کسی صحابه بشارت میدهد از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم که آیه نازل میشه، سیدنا ابوبکر صدیق. موضع ابوبکر صدیق در قبال اسیران که چگونه بود در بدر، بعد از یک میان برنامه انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. موفق باشید. پس بر الله توکل کن به درستی که تو بر راه و آیین راستین و روشن قرار داری. وصال حق، گامی در راستای بیداری.
خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی مجددا عرض و ادب و سلام و احترام دارم. بحث ما پیرامون نقش سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در میادین جهاد. اشاره کردیم ارتباط به نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه بدر. گفتیم که به اشکال مختلفی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نقش داشتن. موضعگیری سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در قبال اسیران. در بدر مسلمان ها از مشرکین 70 نفر از مشرکین را اسیر گرفتن، یا بیش از 70 نفر که در سیر 70 نفر بیان میکنه اسیر گرفتن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم پیرامون این اسرا با صحابه مشورت کردند و صحابه گفتند که چی میگویید نسبت به این اسیران، چی باید کرد؟ در بین صحابه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مشورت دادند که یا رسول الله، اینها اقوام شما هستند، اینها از شهر و دیار شما هستند، اینها خلاصه کسانی هستند که اگر از اینها فدیه گرفته شود و اینها آزاد بشن کار بهتری خواهد بود. حالت اجتهاد هست، نظر هست، هر کس نظری دارد. صحابه اکثرا رأی و نظر سیدنا ابوبکر صدیق را تایید میکنن. عکس این سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مشوره میدن که یا رسول الله، یا رسول الله، اینها بودن که ما را از خانه مان، از زندگی مان، از شهرمان، از دیارمان، از کنار کعبه ما را دور ساختن، بر ما ظلم کردن، ستم کردن، ما را شکنجه کردن. یا رسول الله اجازه بدهید که گردن اینها را بزنیم، اینها باید کشته بشن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ببینیم که نظر سیدنا ابوبکر صدیق و نظر سیدنا عمر فاروق را چگونه ترجیح میدن و چگونه توجیه میکنن. و بعداً رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند که یا ابو بکر، ان مثلك یا ابا بکر كمثل عیسی اذ قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. زمانی که حضرت عیسی علیه السلام قوم دعوت میکرد که ایمان نمی آوردن و حضرت عیسی را اذیت میکردن، حضرت عیسی گفتن ان تعذبهم فانهم عبادك، ای الله اگر اینها را عذاب کنی اینها بندگان تونن. ای الله اگر اینها را عذاب دهی اینها بندگان تو هستن. و ان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، تو عزیزی، تو حکیمی. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگن ان مثلك یا ابا بکر كمثل عیسی و ان مثلك یا عمر كمثل نوح. الله اکبر. كمثل نوح اذ قال، زمانی که حضرت نوح علیه السلام قوم دعوت کرد و نسبت به اذیتی که از طرف قوم دیده بود دست بلند کرد که اذ قال، زمانی که گفت رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، ای الله بر روی زمین نگذار هیچ کافری. ببینیم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم
سیدنا ابوبکر صدیق را و سیدنا عمر فاروق را تشبیه به انبیاء اولوالعزم پروردگار عالم میزنن. این مقام سیدنا ابوبکر صدیق، این جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق که در بدر مشوره سیدنا ابوبکر صدیق و مشوره جمعی از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرن که بعدن که فدیه گرفته شد و اسرا آزاد میشن، آیه نازل میشه که باید به رأی و یا به اون مشوره که سیدنا عمر رضی الله عنه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم داده بود، باید به رأی عمر عمل میشد. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه چنین جایگاهی داشتن، چنین عظمتی داشتن و چنین بزرگی داشتن و حضور سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه بدر چنین بود. ارتباط به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه احد، فقط اینها را فهرستوار بیان میکنیم، مگر نمی شود وصف کسی که الله سبحانه و تعالی وصف او را، توصیف او را در قرآن بیان کرده، بر زبان حبیب خود وصف او را جاری کرده، ما بیاییم با این زبان لکنه‌دار بیاییم وصف او را بیان کنیم؟ عاجز هستیم ما از وصف سیدنا ابوبکر صدیق. فقط شمه و قطره است که بر کام تشنگان و بر کام عاشقان سیدنا ابوبکر صدیق میچکانیم. نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه احد و حمراء الاسد. بعد از این که در احد حرج و مرج پیدا می شود و در عالم ظاهر، چون برای مسلمان هیچ وقت شکست نیست، مسلمان هیچ وقت شکست نمی خورد. اگر غمی، اندوهی، مصیبتی بر سر مسلمان می آید به نفعش هست، خیلی حکمت ها داره. بعضی وقت انسان شکست در عالم ظاهر به چشم میبینه، ولی بعدها متوجه میشه که در این شکست چقدر خیرها و چقدر برکتها نهفته بوده. در عالم ظاهر در غزوه احد، بعد از اینکه در احد حرج و مرج پیدا شد، ظاهرا مسلمان ها شکست خوردن و دشمن حمله ور شد و شیطان خبر شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در نبرد پخش کرد. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در آن لحظه که دشمن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هجوم آورده بود، وقتی خبر شهادت رسول الله صلی الله علیه و سلم پخش شد، مسلمان ها متفرق شدند. صحنه جنگ، نبرده. وقتی که مسلمان ها متفرق میشن و در آن لحظه اولین کسی که خود را به کمک رسول الله صلی الله علیه و سلم و به کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را میرساند سیدنا ابوبکر صدیق هست. الله اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق میآید در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم خون آلود، دندان مبارک شهید شده و او حلقه یا میخی که در او کلاه زرعی رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داشت بر رخسار نازنین، رسول نازنین اسلام فرو رفته بود. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و دیگر صحابه جمع میشن و رسول الله صلی الله علیه و سلم بلند میکنن به کوه. در آن اثنا وقتی ابو سفیان که هنوز مسلمان نشده بود،
میآید پایین جبل، پایین کوه استاده می شود. ابو سفیان چی میگوید؟ آیا محمد در میان شما هست؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند کسی جوابش را ندهد. 3 بار ابو سفیان این را تکرار می کند. آیا محمد در میان شما هست؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگن جوابش را کسی ندهد. بعد از 3 مرحله ابو سفیان صدا می کند آیا پسر ابو قحافه در میان شما است؟ سیدنا ابوبکر صدیق را سوال می کند. 3 مرتبه این را هم تکرار می کند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگن جوابش را ندهید. بعداً ابو سفیان صدا می کند که آیا پسر خطاب در میان شما می باشد؟ 3 مرتبه این را هم تکرار می کند. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند جوابش را ندهید. ابو سفیان برمیگردد به میان قریش. وقتی که برگشت چی میگوید؟ اینها، منظور از اینهای ابو سفیان کیست؟ اینها کشته شدن. یعنی کی؟ یعنی محمد و ابوبکر و عمر کشته شدن. ابو سفیان فریاد میزند چون ابو سفیان اینها را پایه های اصلی اسلام و رجال اصلی اسلام میداند. این جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق را ببینید. دشمن خوب میدانست که مقام سیدنا ابوبکر صدیق، جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق، نزدیک بودن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجاست که بعداً رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم به سیدنا ابوبکر صدیق میگن جواب دشمنان را بدهید و سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه جواب میدهند که بله، این چیزی که شما شنیدید اشتباه شنیدید. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتن. من ابوبکر که صدای مرا میشنوید در حیاتم و عمر ابن الخطاب در کنار ماست و در حیات است. ببینید نقش سیدنا ابوبکر صدیق، جایگاه سیدنا ابوبکر صدیق. ابو سفیان هنوز که مسلمان نشده بود میداند که سیدنا ابوبکر صدیق دارای چگونه مقام است، دارای چگونه منزلت است. وقت ما به پایان رسید. انشاءالله ادامه نقش سیدنا ابوبکر صدیق در غزوه احد و یا میتوانیم بگوییم که در او جنگی که میروند تا منطقه همراه الاسد در برنامه بعدی انشاءالله الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بدهد تا اینکه اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را درست و صحیح بشناسیم، خصوصا خلیفه اول اسلام، افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین، سیدنا ابوبکر صدیق را. تا جلسه بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.